سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان. خب همونجوری که مشاهده می‌فرمایید اولین رویداد گردشگری خوراک آلوی ورقان رو امروز ما در روستای ورقان با همت اعضای شورای اسلامی روستا و دهیار روستای ورقان و با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان البرز و شهرستان ساوج‌بلاغ به هر حال در راستای جهانی شدن روستای ورقان شروع کردیم و این جشنواره جزء رویدادهایی هست که باید تشکیل بشه و در سامانه سازمان یونسکو ثبت بشه و همه این اقدامات در راستای جهانی شدن هست. ما تمام تلاشمون رو میکنیم انشالله به یاری خداوند متعال بتونیم این روستا رو هر چه زودتر کارهاش رو انجام بدیم و به عنوان یک روستای جهانی در سازمان یونسکو به ثبت برسه. و از همه عزیزانی که در برگزاری این رویداد زحمت کشیدن، تلاش کردن، مردم شریف روستای ورقان و همه دستگاه‌هایی که اومدن پای کار، هم از میراث فرهنگی، شورا و دهیاری و دوستان انتظامی و پلیس راه و همه دستگاه‌هایی که به هر حال تمام تلاششون می‌کردن که این اتفاق بیفته. خب این جزء تأکیدات استاندار محترم البرز جناب آقای دکتر عبداللهی، نماینده محترم شهرستان جناب آقای دکتر حدادی و فرماندار فهیم و وزیر شهرستان ساوج‌بلاغ جناب آقای دکتر صادقلو است که انشالله تمام تلاشمون رو بکنیم و روستای ورقان رو به عنوان یک روستای جهانی به ثبت برسونیم.